سلام دوستای خوب پیام سلامت. امروز میخوایم ببینیم پوکی استخوان بیشتر سراغ چه افرادی میاد. اول از همه خانم‌ها بیشتر در معرض این مشکل هستن، به خصوص با افزایش سن. افرادی که جثه کوچکتری دارن یا ریزاندام هستن باید بیشتر مراقب سلامت استخوان‌هاشون باشن. اگر ساعت‌های طولانی پشت میز میشینید و تحرک کمی دارید، بدونید این سبک زندگی به مرور باعث ضعیف شدن استخوان‌ها میشه. مصرف سیگار و الکل هم از عواملیه که ریسک پوکی استخوان را افزایش میده. و افرادی که دچار بی‌اشتهایی هستند و مواد مغذی کافی دریافت نمی‌کنن، بیشتر در معرض این خطر قرار دارن. پس یادتون باشه، تغذیه مناسب، مخصوصاً کلسیم و ویتامین دی، در کنار فعالیت بدنی منظم میتونه نقش مهمی در حفظ سلامت استخوان‌ها داشته باشه. اگر این ویدیو برات مفید بود، حتما لایک کن، کانال پیام سلامت رو سابسکرایب کن و نظرت رو برامون کامنت کن. ممنون که همراه ما بودی. خدا حافظ.